روزی یک زن پیر پیش حضرت داوود آمد و با ناراحتی گفت ای پیامبر خدا، آیا خدا عادل یا ظالم؟ حضرت داوود با تعجب جواب داد خدا عادله و هیچ وقت ظلم نمیکنه. چرا چنین سوالی میپرسی؟ چی شده؟ زن گفت من زنی پیر هستم و 3 تا دختر کوچیک دارم. خرج زندگیمون رو با ریسندگی و بافتن شال در میارم. دیروز یه شال بافته بودم، گذاشتم توی یه پارچه و راهی بازار شدم تا بفروشمش و با پولش غذا بخرم. اما وسط راه یه ترنده اومد و اون پارچه رو از دستم برد. اگر خدا ظالم نیست پس چرا این اتفاق برایم افتاد؟ همینطور که زن داشت حرف میزد یه دفعه در خانه زده شد. 10 تا تاجر وارد شدن. هر کدوم از اونها یک کیسه پول آوردن و جمعاً 1000 دینار جلوی حضرت گذاشتن و گفتن ما این پول رو نذر کرده بودیم برای صدقه، میخواید شما بدین به کسی که نیازمنده. حضرت داوود پرسید چه اتفاقی افتاده که چنین نذری کردین؟ تاجرها گفتن ما سوار کشتی بودیم که توی دریا گرفتار طوفان شدیم. بادبان کشتی پاره شد و داشتیم غرق می شدیم. ناگهان یه پرنده اومد و یه پارچه قرمز انداخت. همون شال رو برداشتیم و باهاش بادبان رو بستیم و کشتی نجات پیدا کرد. ما هم همونجا نذر کردیم اگه سالم برگردیم هر کدوم 100 دینار صدقه بدیم. حالا اومدیم که به قولمون عمل کنیم. حضرت داوود به اون زن نگاه کرد و گفت دیدی تو فکر کردی خدا بهت ظلم کرده چون شالت از دست دادی، اما همون شال باعث نجات یه عده دیگه شد و حالا خدا 1000 دینار برات فرستاده. بعد حضرت اون پول رو به زن داد و گفت این پول رو بگیر و برای بچه‌هات خرج کن. خدا بهتر از هر کسی از حال تو خبر داره.